با درود و سپاس از اینکه مرا کماکان همراهی می‌فرمایید در گفتار سوم در مورد اقتصاد راندخاری. به خاطر دارید که در نخستین گفتار که مقدمه‌ای بود بر بحث ما در مورد اقتصاد راندخاری گفتیم و آوردیم که اقتصاد راندخاری را به ذکر مصائب فساد نمیتوان فروکاهید، بلکه بحث مهمتر و مشکلتر از این است و نیز دو واژه بنیادین رانت و انحصار را در همان گفتار نخست تعریف کردیم و گفتیم که به یاد داشتن این دو واژه مهم است برای ادامه بحث ما و گفتگویی که در این زمینه خواهیم داشت. در گفتار دوم به یک دبستان نظری اقتصادی بسیار مهم، نهادگرایان نو، در مورد هزینه‌های داد و ستدی غیر پولی اشاره کردیم و گفتیم که چگونه این هزینه‌های غیر پولی می توانند داد و ستدی را باز دارند، آن را به عقب بیاندازند و گفتیم که چگونه باید این نظریه و واژه رو و مفهوم رو در مورد اقتصاد راندخاری ایران بازاندیشید. گفتیم در آنجا در اقتصاد راندخاری جمهوری اسلامی به غیر از عقلانیت محدود و فرصت طلبی که دو هزینه مهم غیر پولی در داد و ستد هستند، باید دوری و نزدیکی به محافل قدرت هم در نظر گرفت، چرا که این دوری و نزدیکی میتواند انجام داد و ستدی را ممکن بگرداند یا آن را غیر ممکن یا دست کم بسیار مشکل بگرداند. بحث نظری خود را امروز ادامه میدهیم. خواهشی را که در گفتار پیشین داشتم تکرار میکنم. این بحث ها سنگین هستند، میدانم شاید آن کششی رو که افشاگری ها و شاید بخشی از بحث های اجتماعی و سیاسی دارند به خودی خود نداشته باشد. این بحث ما بسیار مهم است، توجه به آن بسیار مهم است. اگر به طور جدی و اساسی در مورد حل بیماری کشور و به ویژه در زمینه اقتصاد فکر میکنیم، مهم است که خب جور زحمت این کارهای تئوریک سنگین را هم بکشیم. امروز در مورد دبستان نظری انتخاب دیوانی Public Choice صحبت میکنم. از یک نگاه میتوان گفت که Public Choice و بحث رنت سیکینگ، رانت جویی، به عنوان یک نظریه منسجم در اقتصاد از سوی همین نویسندگان و پژوهشگرانی که به یک نام خواهم آورد مطرح شد. جسته و گریخته از سوی اقتصاددان‌های گوناگون در دبستان‌های فکری گوناگون اشاره‌ای به رنت سیکینگ، رانت جویی شده است، اما این عمدتاً آن حلقه‌ای که گرد دبستان پابلیک چویس تشکیل شده بود، حتی پیش از آن که این نام مشهور پابلیک چویس انتخاب دیوانی را به خود بگیرد، آنها بود که به طور مشخص بر مسئله رنت سیکینگ بحث کردند و به یک اعتبار گزافه نیست اگر بگوییم که ما وامدار به این اندیشمندان هستیم برای سازمان دادن و تدوین نظریه اقتصاد راندخاری. اقتصاد راندخاری در حقیقت واکنشی بود که شماری از اقتصاددانان به دخالت گسترده و فزاینده دولت در اقتصاد نشان دادند. امیدوارم باز هم فرصتی بشود که در مورد اقتصاد کینز صحبت بکنیم. من البته خود کینزیان نیستم، اما احترام بسیاری برای نظریات او قائل هستم و حتی فکر میکنم در زمانی میتوان از نظریات او استفاده کرد. شرح مفصل دارد، به جای خود خواهد آمد، اما آن استفاده‌ای که امروز به اسم نظریه کینز میشود، من مطمئن نیستم که اگر این اندیشمند استثنایی وجود داشت امروز
پشتیبانی میکرد از سیاست‌هایی که به اسم او انجام میشود، چون عمدتاً صحبت او بر سر این بود که در شرایطی که رکود اقتصادی هست دولت باید دخالت بکند، اقتصاد راه بیفتد و این دوباره چرخه خودش رو پیدا بکنه. نه اینکه یعنی پس ببینید این برای دوره کوتاهی است تا اقتصاد دوباره فعالیت خودش رو پیدا بکنه، نه اینکه برای 50 سال 60 سال به طور مرتب کسری بودجه وجود داشته باشه. پس این اقتصاد راه نیفتاده. دوباره این اقتصاد قرار بود، نظریه او این بود که کسری بودجه رو قبول بکنیم با رونق و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی میشه پاسخ کسری بودجه هم داد. خب این حرفی است قابل تأمل است، ولی اگر همچون اتفاقی که الان در بسیاری از کشورها افتاده است و ما بحران‌های بزرگ می‌بینیم مثل آنچه که در یونان اتفاق افتاد، بیش از مثلا 60 سال 70 سال همینجور کسری بودجه، قرض از این قرض از اون، این دیگه فعالیت اقتصادی نیست. به هر حال هرچه که هست، بحث کنز رو می‌گذاریم برای فرصتی دیگر. اقتصاددان هایی در سالهای 1960 و 1970 میلادی، حدود 40 سال پیش مثلا کم و بیش، اینها به دخالت‌های گسترده دولت اعتراض کردند و اعتراضشون فراتر از کسری بودجه بود و گفتند که حتی این میتواند برانگیزنده آن چیزی باشد که معروف شد بعدها به رنت سیکینگ، به اقتصاد رانت جویی و رانت خواری. نخستین کسی که مفهوم رو در چارچوب یک نوشته بسیار بنیادین مطرح کرد اقتصاددان برجسته‌ای بود به نام گوردن تالاک. پس از او یک بانوی اقتصاددان، او هم بسیار برجسته، به نام ان کرجر این کار رو ادامه داد و بعد یک حقوقدانی که در اقتصاد بسیار بسیار کار میکند به نام ریچارد پاسنر این کارها رو ادامه داد. بنیاد نخستین نظریه رنت سیکینگ به عنوان یک نظریه منسجم در اقتصاد رو گزافه نیست اگر بگوییم این 3 نفر انجام دادن. بانویی که نام بردم، اقتصاددانی که نام بردم، انکریجر، نخستین کسی بود که از واژه رنت سیکینگ استفاده کرد. اما پیش از او گوردن تالاک که نام او را هم آوردم، مقاله‌ای در سال 1967 می‌انگارد و در آنجا مفهوم رنت سیکینگ رو مطرح میکنه. به باور تالاک میگه اگر در یک نظام سیاسی بازیگر اقتصادی بداند که میتواند با فشار، لابیگری و یا خریدن مأموران دولتی به امتیازهای انحصاری دست پیدا کنه، زین پس او این کار ناصواب و نادرست رو نوعی سرمایه داری تلقی میکند یا ممکن است این تلقی رو بکند و وقت این زیان بزرگی برای اقتصاد دارد. چرا؟ چون بازیگر اقتصادی به جای اینکه سرمایه گذاری بکند در تولید، در نوآوری، در کارآفرینی، در اینکه هزینه تولید رو بیاره پایین، در اینکه کیفیت کالا رو ببره بالا، در اینکه نوآوری بکند، خریدن مامورین دولتی، تطمیع دولت و فشار گذاردن بر دولت رو نوعی سرمایه گذاری میکنه و پول خودش رو وقف این کار میکنه، به جای اینکه وقف نوآوری، پژوهش، کیفیت کالا یا اینها بکنه. ببینید این چه زیان بزرگی برای یک اقتصاد خواهد داشت که اون پول، سرمایه که به عنوان یک عامل تولید استفاده می شود و باید به کار پویایی اقتصاد بیاید، به کار امتیاز خریدن، انحصار خریدن و رشوه‌دهی به مامورین دولتی می انجامد. خب این یک بسیار بسیار هزینه سنگینی است. یعنی در حقیقت این سرمایه‌ای که باید سازنده باشد، سرمایه می شود رشوه برای خریدن انحصار. یعنی طرف تولیدگر که باید بازار و مشتری باشد در برابر رقیب می شود دولت مداری که می تواند با زور سیاسی این انحصار اقتصادی رو به او بدهد.
خب این یک زیان بسیار بزرگی دارد. این مفهوم رو تالاک در سال 1967 مطرح میکنه و بعد بانوی اقتصاددانی که نام بردم، انکرجر، یک مقاله بسیار مستدلی چند سال بعد در سال 1974 می نویسد و در اونجا این مسئله رو به ویژه کشورهای جهان سوم و به ویژه در هند و ترکیه در نظر میگیره. او به این نتیجه میرسه که این فعالیت‌های رانت‌جویی در کشورها زیانی که برای اقتصاد دارند بین 7 تا 15% هزینه‌ای که برای یک اقتصاد یک کشور داره، 7 تا 15% درآمد ناخالص ملی. اون مثلا میگوید که یک بازیگر اقتصادی وقتی که میداند دولت یک انحصاری برای نرخ ارز تولید کرده است، یعنی ما یک نرخ ارز دولتی داریم که این انحصاری است برای عده خاصی است و یکی در کوچه و بازار میخرن. بینندگان عزیز هم میهن با این تجربه بسیار آشنایی دارند، در کشور خودمان هم بوده است. انکرجر میگوید که وقتی یک همچین حالت انحصاری وجود دارد، خب بازیگر اقتصادی سعی میکنه به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه جوری مامورین دولتی رو راضی بگرداند برای اینکه این ارز رو به قیمت دولتی بخرد، چون خیلی ساده است، به قیمت دولتی میخره، 2 کوچه بالاتر به قیمت بازار آزاد میفروشه و از اون سود میبره. خب این یک مثال انحصاره. در هر موردی انحصار اینطوری وجود داره. چرا که اون نرخ ارز به اون نرخ دولتی برای همه که وجود نداره، رقابت درش وجود نداره، انحصاری است، مال عده خاصی است. حالا مثلا دولت میگوید ما به همچین نرخی مواد غذایی واسه مردم وارد میکنیم، حالا اون هم بحث دیگری دارد، اما همون نرخو یک کسی که دولت رو تطمیع کرده است میتواند به اون نرخ بخرد. خب این هم یک زیان بسیار بزرگی بود که این بانوی اقتصاددان بدان اشاره کرد و هر دو هم مثل تالاک به این نتیجه رسید که این زیان بزرگی برای یک اقتصاد داره، آینده اقتصاد رو در حقیقت از بین میبره. اقتصاد بازار بنیاد که بر پایه نوآورینی و کارآفرینی است تبدیل میشود به یک اقتصاد مرید و مرشد، به کلام من، برای اینکه ای از او بخرد او از ای بخرد و این معامله در حقیقت کاری به نوآورینی و پویایی و سرزندگی اقتصاد ندارد. بحث رانت‌جویی رو بعد از این کارهای بسیار قابل تأمل و متینی که انجام شده بود، یک اقتصاددان برجسته به نام جیمز باکنن برکشید. او هم به علت همین کار نوآوری استثنایی که کرد جایزه نوبل اقتصادی رو او هم برنده شد. نوآوری جیمز باکنن چه بود؟ نوآوری بسیار بسیار درخور و سزاوار توجه است. او میگوید که ما در اقتصاد میگوییم هر کسی بنا بر نفع شخصی خودش و حساب سود و زیان خودش رفتار خودش رو تنظیم میکنه. به عنوان جمله معترضه به قول فرنگی ها داخل پرانتز عرض بکنم نکته ای رو و بعد به ادامه بحث بپردازم. و آن نکته این است که نفع شخصی رو حالا بددلان به عنوان خودپرستی و خودمحوری تلقی میکنن. نه، نفع شخصی شما میتواند این باشد که مثلا ایجاد یک مسجد، ایجاد یک آبدارخانه، ایجاد یک کتابخانه. میتونید بگید این عشق منه، این علاقه منه، من میخوام این کارو بکنم. اونو کسی نمیدونه نفع شخصی شما چیست. هر کسی نفع شخصی خودشو داره، اما رفتاری که میکنید اون وقت در ارتباط با اونه. یعنی اگر قرار گذاشته باشید مثلا میخوام یه مسجد درست کنم، تمام فعالیت‌های خودتون حول این قرار میگیره. اگر میخواهید ثروتمند بشوید، مشهور بشوید، به طور منطقی آدم خردمند رفتارشو بر مبنای این تعیین میکنه. نفع شخصی هرگز به معنی خودپرستی و خودمحوری نیست. این هم یک بحثی است که امیدوارم فرصتی بشود تا بدان برخورد بکنیم. خب جیمز باکنن میگوید که این چگونه است که در اقتصاد کم و بیش این بر همگان پذیرفته است که آدمیان بر مبنای حساب سنجش سود و زیان خود رفتار خودشون رو تنظیم میکنن.
حالا اینا تا میشن مسئول و مأمور دولتی به یک باره از نفع شخصی وارسته میشن و هر کاری میکنن برای نفع عمومی میکنن. اون میگوید نه، چون این چیزی شدنی نیست. اولا نفع عمومی رو نمیشناسن، هر کسی بنابر مبنای خودش نفع عمومیش رو تعریف میکنه. دوم این که حالا اگرم در ذهنشون این باشه که نفع عمومی رو اونا میدونن، خب بالاخره باید بیان مأمور دولتی بشن، باید انتخاب بشن. تمام کارهایی که میکنن، تصمیمایی که میگیرن بر این مبناست که رأی بیاورند تا مأمور دولتی بشن، حالا گیرن برای خدمت به مردم، برای نفع عمومی. ببینید این نظریه هم در مورد اقتصاد کشورهای بازار بنیاد و دموکراسی هاست. این تمام نظریه هایی که مطرح میکنم در دموکراسی ها با رأی مردم است که کسی مأمور دولتی میشود. خیلی خوب، حالا بگیم این برای هر نفع هرچی، اما این که بالاخره باید رأی مردم رو بیاره. این برای اینکه رأی مردم رو بیاره، به خصوص وقتی یه بار انتخاب شده میخواد دوباره انتخاب بشه، یا اگر نشده باید قولی بدهد به یه عده‌ای که آقا اگر به من رأی بدهید من برای شما در عوض چنین میکنم و چنان میکنم. یعنی این نفع عمومی نفع کسایی است که قرار است به او رأی بدهند. جیمز بوکانان میگوید که بسیار تعریف روشنگری دارد. میگوید که این داد و ستد در سیاست هم صورت میگیرد. به من رأی بده، پشتیبان من باش، خب من اینجا وامدار تو هم. وقتی به قدرت رسیدم مثلا من قول میدهم که اگر به من رأی بدهید من حداقل دستمزد رو بیارم بالا. ببینید بحث بر سر این نیست که بالا آوردن حداقل دستمزد به نفع جامعه هست، نفع همگانی هست، به نفع کل اقتصاد هست یا نه. این بحث‌های مختلف دیگه ای داره. به او کسانی که فکر میکند نسبت به این قول حساسند و در برابر آن رأی میدهد، این قولو میده به من رأی بدید، من مثلا حداقل دستمزد میارم بالا. به من رأی بدید مثلا تولید کنندگان و کارگران فلان بخش فعالیت دولتی من محدودیت واردات تصویب میکنم، در مقابل رأی میاره. ببینید این برای این که رأی بیاره باید یک داد و ستدی در بازار سیاسی انجام بده، همچون داد و ستدی که در بازار اقتصادی صورت میگیره. خب این الزاماً این نفع شخصی است، این است که این داد و ستد انجام بشه برای اینکه عهدهدار مسئولیت دولتی بشه. حالا وارد این بحث نشیم که ممکن است به جدل بیانجامد که حالا اون با نفع شخصیش واقعا فقط میخواد وزیر و وکیل بشه یا میخواد وزیر و وکیل بشه خدمت کنه. بگیرید میخواد وزیر و وکیل بشه خدمت کنه و میدونه خدمت چیه و او خدمت نفع همه رو بلده. بالاخره این که میخواد رأی بگیره باید قولی بده که رأی بگیره و وقتی که اون رأی رو گرفت باید در مقابلش کاری که قول داده بوده انجام بده، اینقدرشو که میتونه، یا نه مردم از او سرخورده میشن میرن طرف رقیبش و این چیزی است که لابد او کسی قدرت مدار است نمیخواهد. بوکانن و تالاک در یک کتاب بسیار ارزنده‌ای که می نویسند میگویند که دموکراسی به این معنا نیست. دموکراسی باید یک اصولی رو رعایت کرد، در اون چارچوب است که میتوان به رأی احترام گذاشت، ولی که باید به رأی اکثریت احترام گذاشت و زمامداران دولتی رو انتخاب کرد. ولی زمامداران دولتی برای اینکه وارد دیوان بشوند اجازه ندارند که مثلا تصمیم‌های بودجه و اینها رو همش بر مبنای اینکه چه کار کنم دوباره انتخاب بشوم انجام بدن. این دیگه نفع ملی نیست، آینده سازی نیست. بخوام اینجا باز این نکته رو یادآوری کنم و اشاره بکنم که ببینید این ناخودآگاه یک سیاستمدار در دموکراسی چنین فکر میکند، نه اینکه این بخواد، حالا این ممکنه واقعا صادقانه هم دگر دوست باشد، مردم دوست باشد، اما این باید قول و قرار به کسی بدهد که به او کمک کند با رأی خود یا مثلا با پشتیبانی مالی خود برای تامین هزینه‌های انتخاباتی. وقتی قدرت رو گرفت باید پاسخ به او بده، پاسخگوی او باشه. و وقتی قدرت داشت برای اینکه دوباره انتخاب بشه یا دوستانش انتخاب باشن باید چنین بکنه. خب این بحث ادامه دارد. من تقریبا به پایان وقت رسیدیم و شوربختانه فرصت این نیست که من این
مسئله رو بیشتر باز بکنم به لحاظ نظری، بلکه این وقت اندک باقی مانده رو باید بگویم که ما این نظریه انتخاب دیوانی رو چگونه در مورد ایران باز میاندیشیم. بدین ترتیب که اگر در دموکراسی ها رسیدن به قدرت مستلزم آن است که نامزد قدرت داد و ستدی بکند با شهروندان که با رأی خود قدرت اصلی را میتوانند به کسی بدهند، در جمهوری اسلامی که این رأی آزادانه نیست باید سراغ محافل قدرتی بروند که اصلا بتوانند جزو نامزدهای انتخاباتی باشند. ببینید در دموکراسی ها هر کسی که جرم ندارد این میتواند نامزد تمام مسئولیت های سیاسی انتخاباتی بشود. در کشور ما چنین نیست. این باید گزینش بشود. باید شورایی ببیند که او صلاحیت دارد یا نه. چه میگویند؟ میگویند نظارت استصوابی، یعنی ناظر ببیند صواب هست که این جزو نامزدها بشود، صواب هست، درست هست، صلاح هست یا نه. خیلی خوب. پس ببینید یه چیزی تغییر کرد. به قدرت رسیدن پیش از هر چیزی اینجا باید راضی کردن محافلی باشد که به او اجازه نامزدی میدهند یا نه. چطوری این تئوری رو ما بازاندیشیدیم؟ نامزد سیاسی در دموکراسی میبایستی داد و ستدی گفته و ناگفته از طریق کارزار انتخاباتی خودش با شهروند رای دهنده انجام دهد یا شهروند توانمندی که میتواند تأمین هزینه های انتخاباتی او کند. در نظام جمهوری اسلامی اصلا اجازه فعالیت انتخاباتی او منوط است به نظارت استصوابی. پس این باید اول اونا رو راضی بکنه و ما میدونیم در بسیاری از موارد محافل قدرت میتونن سنگ اندازی در کار او بکنند، نتونه کارش رو انجام بده. آقای سید محمد خاتمی میگفتن هر 9 روز یک بار برای من بحران ایجاد میکنن و عملا دور دوم ریاست جمهوری ایشون کاری نمیتونستن انجام بدن. خب این لابد من تقریبا باور دارم، ولی این گمانه است، من داده عینی در این مورد ندارم، او چون نمیخواست باج بدهد خب مجبور بود که پس باج ندهد. اونها که سنگ اندازی میکردن، بحران میذاشتن و اون نمیتونست کارش رو انجام بده. عملا قدرت نداشت، عملا رئیس جمهور بود و بی قدرت و بی عمل. خب اگر اینجا هم بخواهد این کار بکند، ما زمان آقای احمدی نژاد امتیازهای بزرگی بود که آقای احمدی نژاد به سپاه پاسداران قدرتمند میداد برای اینکه بتونه بر پای قدرت بایسته، برای اینکه بزرگترین اعتراض مردم با شعار رأی منکور رو بتونن خاموش کنن که او کماکان قدرت خودشو داشته باشه. جمع میزنم، تمام میکنم. ببینید انتخاب دیوانی میگوید که همچنان که در بازار اقتصادی داد و ستدی هست بین خریدار و فروشنده، در بازار سیاسی داد و ستدی هست بین رأی به من بده، از من پشتیبانی کن، من زمانی که قدرت گرفتم به تو امتیازهایی میدهم. در نظام جمهوری اسلامی مردم نیستند شهروندان قدرتمندی که به طور مستقیم بتونن رأی بدن. رأی میتونن به کسانی بدهند که اینها تصویب شدند، گزینش شدند. پس اول باید گزینش شد. تازه وقتی هم که به قدرت رسیدن کسانی هستن که قدرت خارج دولت رو در دست دارن که قدرت اصلی هم اونجاست و میتونن قدرت دولتی رو از کار بندازن. پس برای اینکه به قدرت دولتی کسی برسد و قدرت دولتی خودش رو حفظ بکنه، پیش از آن که با مردم داد و ستد بکند، باید با آن محافل قدرت داد و ستد بکند که اجازه نامزدی به او بدهند که گزینش بشود و بعد برای اینکه اونو از میان بر ندارند یا عملا بی قدرتش نکنند در زمان قدرت داشتن. خب این را داشته باشید تا ما در گفتار دیگر به ارائه تئوری اقتصاد راندخواری در جمهوری اسلامی برسیم. با سپاس تا فرصت دیگر.